این تو خوشش اومده دیگه. چشت درا مطمئنی دنبال نیروی کار نبودن؟ حسودیا قشنگه چقدره. تجلی ملائکه در انسانه. قدش چنده؟ 190. لانگ از بیوتیفول دیگه. فقط تو بغلش این سمندری ها. بعدن شرح هست. بعد وقتی ما ضعف تندرستی هم داریم. تا بعد ورزش شروع کنی ها. شروع کردم دیگه. آره خیلی. شکم دی جزئی از کاراکترت شده. اون که هیچ اون هر کاری کنم هست. من عاشق این کالاهای لوکسم. یعنی اگه منظور خدا از آفرینش انسان این بوده ما تو زمره انسان‌ها قرار نمیگیریم، جزو موجوداتیم. من نباتاتم، تو آبزی با اون قیافت. دفعه اول می‌خوایم با هم دیگه بریم بیرون. آره چیکار کنم؟ ببین تو کلا جلوتر از این راه. چقدر؟ 100 متر 200 متر یه کاری کن، 40 سال اختلاف قدی و پوشش بدید، خطای دید ایجاد کن. این وسطی که باش دوست میشه. تو کاری نمیشه. در ماشین باز خوب بوتو پشت سرت هم نگاه نکن. چی بپوشم؟ هر چی میپوشی تو رو قرآن اون پالتو خزتو نپوش. خودت میگی شبیه تاق عقب پیکان میری بیرون. ببین هر نسبت تو جایگاهی بهت داد قبول میکنی. این رابطه نشد زندایی خواهرزاده برادرزاده خانمو هر چی. یعنی چرا؟ من خیلی از این خوشم اومد. یه بار من اینو ببینم. یه بار. دوست میگم تو سفره پهنه بخیل نبودی تو. بیا من. چند سالشه این؟ یه 7 سال کوچیک‌تره. مرد جوون آدمو جواب میکنه. آفرین. فقط تو این نگون و قربانی ژنتیک ضعیفت هم شدی. چه قیافه. و سر کی سر شل کنی دیگه. با مال دنیا چشه اینو پر کنی. چیکار کنم براش؟ یه چند روز دیگه ولنتاین اون موقع میخه تو بکن. برو از دیجی پی اعتبار بگیر، از کلی فروشگاه آنلاین میتونی 4 قسط خرید کنی. من آنلاین نمیتونم. حضوری هم میشه. میبرم بریم. اگه بیام خودم باش میخرم. یعنی چی؟ یه حق انتخاب خودش. بیام.